باز می‌بینید اکبرعلی نمرده است و نمی‌میرد. اکبرعلی در یک ژورنالیست هم که ماند اکبرعلی زنده است. به خاطر آینده زنده داشتن نام اکبرعلی ما کارا باید کنیم و خدمت‌های سازمان‌های ژورنالیستی هم در این کار خیلی بزرگ است، پیشنهادهای خوب داده شده. زندانی کردن ژورنالیستان لطفاً به آنها بیکاری برای اندیشه‌های مخالف داشتنشان در برخی از کشورها جای دارد. متاسفانه تاجیکستان نیز از این گونه حادثه و حالت‌ها در کنار نیست. بیشک ما حالت‌های از هم جدای مشکلات حقوقی یک فرد و یک ژورنالیست را فرق می‌گذاریم. بعد اساساً مقصد اساسی پیشنهادها است. اکبر از آن روزی که بار دوم به روزنامه‌نگاری رو آورد از سال 1993 یک پاش در شرق آزاد بود و یک پاش در خانه‌اش و گمان میکنم که خانه اساسیش نیز همین شرق آزاد بود. من وقتی در صدای مردم کار میکردم بعدم با اکبر همکاری داشتم چگونه برای آماده کردن یک روزنامه اینقدر زحمت بکشیم. ما از همکسبان خود تقاضا کردیم که در این شرایط بحرانی باید همراه باشیم، پهلوی همدیگر باشیم و در عملی کردن آن نقشه و نیت‌هایی که اکبرعلی ستار در رشد آزادی مطبوعات داشت سهمی داشته باشیم. البته همراهی در جامعه روزنامه‌نگاری به نظر می‌رسد، ولی به اندیشه من در بعضی حالت‌ها این همراهی برالو نمایان است، در بعضی حالت‌ها این همراهی به نظر نمی‌رسد، به اون خاطر که خود اعتماد میانی روزنامه‌نگاران میان همکسبان به همدیگر اندکی سود شده است و ما برای تحکیم همراهی باید پیش از همه اعتماد به ژورنالیستیک، اعتماد به همکسب داشته باشیم. یعنی ما در حالتی که همکسب ما از هنگام اجرای فعالیت کسبیش با این یا آن مشکل گرفتار میشد، ما باید در پهلوی او باشیم، در فکری حمایت حقوق و منفعت‌های او هنگام اجرای وظیفه کسبیش همیشه آماده باشیم. من همچون رئیس کمیته تدارکات گرامی داشتی ژورنالیست اکبر ستار در این محفلی که گذشت پیشنهاد کردم که جایزه ویژه به نام اکبر ستار تأسیس داده شود و هر سال یک بار در روز همراهی ژورنالیستان به یک نفر ارزنده سپریده شود. و پیشنهاد دوم ما این بود که روز مرگ اکبر ستار همچون لیوای ژورنالیستیک تاجیک، همچون روز همراهی و همدلی ژورنالیستان تاجیک قبول کرده شود و در این روزها مجلس ها برگزار بگردند. و پیکره سوم کمیته تدارکات این بود که باید در دوشنبه غالبا در نزد بینای معروف به گژدکه یا خود مجموعه چاپی شرق آزاد نیم پیکره یا خود بیوسی اکبر ستار گذاشته شود.